محفل امروز ما که محفل رونمایی کتاب دور و نزدیک عامل صاحب شهید است. در واقع امور رقمی که جناب مولانا صاحب گفتن این از فارسی به سیریلیک برگردان شده و در این قسمت از تلاش‌های جناب فخرالدین خالبیک ما سپاسگزاری داریم که این تلاش‌ها را داشتن و همچنان از دوستانشان ما تشکری میکنیم. و در این کتاب دور نزدیک عامل صاحب امور رقمی که شما شاهد هستیم و میدانید تعداد زیاد دوستان میدانند که فهیم شهید دشتی شهید اینا یکی از مبارزان جوانی بودند که از آوان جوانی با عامل صاحب شهید بودند، با قهرمان ملی بودند و به اون نسبت است که اینی خاطرات که نوشته کردن خاطرات دقیق هستند. این کتاب دور و نزدیک عامل صاحب شهید در واقع خاطرات است که دشتی شهید با بودن خود امرای عامل صاحب شهید بیاره نوشته و این یک اثر ماندگار میشه. شهید دشتی امور رقمی که قبلا تاکید کردم که از مبارزان بسیار نوجوانی بوده که از آوان نوجوانی و مبارزه پیوسته و همواره نه تنها که اینا مبارزه سیاسی داشتن، بیشتر مبارزه فرهنگی داشتن. شهید دشتی یک چهره بسیار برجسته فرهنگی، یک چهره بسیار برجسته ادبی و چهره مطبوعاتی است که تقریبا بیشترین مردم افغانستان با نام از اونا آشنایی دارند. مطمئنم که برادر تاجیک ما هم میشناسند فهیم دشتی را و اونا از یاران قدیم عامل صاحب شهید بودند و سرانجام در دوران مبارزه بوده که سرانجام در مقاومت دوم، در اولین روزهای مقاومت دوم یک جا با جوان دیگری به نام عبدالودود ذره اونا با هم دوست بودن و هر دوی از اینا در جایگاه خواهرزاده و همشیره‌زاده میشن، هر دوش یک جای در یک محل درست همین لشکر جهل طالبانی به شهادت رسیدن. هر دو جوان پاکباز، راستین، ساده، مبارز، مصمم و با اراده بودن و امروز که ما آمدیم از اونا یاد بکنیم در واقع از دو تا جوانی که مبارزه را نه تنها در بود فرهنگی بلکه در بود نظامی هم در میدان نبرد اینا به شهادت رسیدن و اینا کشته شدن. و دشتی شهید این بار اولش نبود، البته بار اول در مقاومت اول بود که زمانی که قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود شهید میشه اینا یک جا با اونا بودن، در خواجه بهاءالدین در تخار بودن و عامل صاحب شهید میشه و زخمی به شدت عامل صاحب شهید میشه و دشتی شهید به شدت زخم برمیدارن و به اون نسبت است که ما میگیم که شهید دشتی نامش ماندگار تاریخ افغانستان و تاریخ جهاد مقاومت افغانستان و همیشه میماند. در اینجا فقط آن قسمی که مولانا گفت که وقت کم است، دو نکته بسیار مختصری که میخوایم عرض کنم خدمت شما. این که مبارزه دشتی شهید نه فقط در بود سیاسی، در بود فرهنگی بود، چون دشتی دقیق میدانست که در پشت این لشکر جهل طالبانی کیا هستند. کسایی که در واقع در نقاب مجاهد خود گرفته بودند طالبها، اما کسایی بودند که در مقابل فرهنگ، در مقابل این حوزه تمدنی، در مقابل علم، در مقابل زن، در مقابل تمام ارزش‌ها استاد بودند، دشمنی میکردند و دشتی شهید دقیق همین را میفهمید. با وجود که یک چهره فرهنگی و مطبوعاتی بود اما میبینیم که اون میره به میدان نبرد در مقابل طالب استاد میشه و به اون خاطر از نیات طالب برده برمیداره که ما به خاطر ارزش‌ها استاد هستیم و اینا هستند که در مقابل علم و تحصیل و زن و فرهنگ و تمدن اینا میرسند و ما تا آخر در مقابل از اینا میرسیم و تا آخرین خطری خورم روی استادایی کرد و جام شهادت میشید. یادم است که چند سال قبل از شهادتشان، چندین سال قبل دشتی شهید آمدن و پیش ما آمدن گفتن والا ما یک کتابی را آماده ساختیم به خاطر صلح افغانستان. من سوال کردم که چی صلح افغانستان؟ این طالبان صلح هم میکنن. آنقدر نیت خوب داشت، نیت نیک داشت، واقعا به این فکر بود، این حسن نیت داشت که طالب باید صلح کنه دیگه. خب این افغانستان است، اگه اینا از مردم افغانستان هستن وضعیت کشور به این ترتیب باید صلح کنن و کتاب را در این راستا نوشته کرده بود، رساله را در این راستا به چاپ رسانی بود که باید صلح افغانستان این عملی شود. یعنی با وجود تمام ناملایمات و این مشکلات بحران افغانستان اما همواره سر این فکر میکرد که چگونه بتونیم به صلح برسیم و این نمونه بسیار بارش است که دشتی شهید نه فقط یک مقاومتگر، یک مبارز، بلکه یک صلح طلب هم بود
و اون نسبت همواره سر صلح تاکید داشت و بسیار خوشبینم بود. گرچه با بارها تاکید میکردیم که طالب صلح نیست، اما خوشبین بود. میگفت خب ما تلاش خود باید بکنیم به خاطر صلح افغانستان. و این خودش میرسانه که یک چهره برجسته بوده که یعنی چند بودی بوده. و نقطه دومی که میخوایم، نقطه آخری است که از همین مناسبت هایی که ما داریم، بگونه مثال رونمایی کتاب یا روز شهادت کسی یا مناسبت های فرهنگی، از این مناسبت های فرهنگی ما شما باید استفاده از زمین رو بکنیم به خاطر این گفتگو به خاطر اینکه بتونیم نزدیک شویم. ما شما در مقابل یک دشمن کلان قرار داریم، دشمنی که در مقابل فرهنگ ما، در مقابل زبان ما، در مقابل هویت ما، در مقابل یه حوزه تمدنی، در مقابل همه ارزش‌ها اینا استادگی کردن، ایستاد هستن. شما داخل افغانستان می‌بینید که این طالب به نام این آن چی کاری نیست که در حق همین هویت مردم افغانستان میکنن. پس در پشت طالب که ما بگیم که یک مردم جاهل هستند، اما چی کسایی هستند که نشانه گرفتن همین تمدن و فرهنگ ما شمارن؟ چی کسایی هستند اینا رو باید شناسایی کنیم، بیدار باشیم که طالب فقط اون طالب نیست. درست است که طالب یک ابزار منافع استراتژیک دیگر هستند، یک ابزار سوخت هستند، یک ابزار جنگجو هستند، اما در پشت طالب نیروهایی هستند که علوم هویت ما شما را نشانه گرفتن. و اون خاطر است که از این مناسبت ها در ایجا باشه، در ایران باشه و در این حوزه تمدنی استفاده از این رو باید بکنیم، گفتگوهای خود باید ادامه بدیم تا بتونیم که یک بسیج فرهنگی یا مقاومت فرهنگی را شکل بدیم. مردم افغانستان، همون فرزندای کشور در داخل افغانستان هر روز شهید میشن، هر روز در مقابل طالب اینا کشته میشن. تشکر میکنم. مطمئن کسایی دوستایی که صحبت داشته باشن حتما در ارتباط با خود کتاب و محتوای کتاب مطالعه کردن حرفایی می داشته باشن که میخوایم بشینیم و بشتریم و بیاموزیم. تشکر از شما. سپاس از جناب سفیر صاحب. شهید فهیم دشتی یکی از کارهای ماندگاری که انجام داد صدای رسای آزادی مردم خود بود و به قول یکی از شاعران معاصر افغانستان که بعد از سرم اندیشه هم آواز برآورد با خط گلو خط صدا قابل بحث است. بعد از خط شدن گلوی دشتی بازم صدایشان رسا است و شنیده میشه و آثار و فکر و اندیشه و آزادی‌خواهیشان ماندگار است و در بین دوستان به ویژه فعالین رسانه‌ای و فرهنگی ایران، تاجیکستان و افغانستان شناخته شده ماندگار و باقی است. از استاد قاسم شاه سکندر، رئیس انجمن دوستی افغانستان و تاجیکستان و رئیس دانشگاه اکادمی علوم تاجیکستان تقاضا می‌کنیم که درباره کتاب و سخنهایی که دارند بیان کنند. بزرگوار خواهشای مسعود را و تاجیکستان را با نشر این کتاب و خط سیریلیک و همچنان برگزاری این محفل زیبای رونمای این کتاب را تبریک بگویم. با رسم خط فارسی آشنا نیستند و این بسیار هدیه خوبی است برای ما. امیدواریم که در آینده چنین کتاب‌ها بیشتر برگردان میشن و خط سیریلیک و خواننده های معظم میتونن که استفاده کنن. من فقط بسیار با مقدمه این کتاب آشنا شدم. حالا راستیه که بسیار متاثر شدم. خانم فهیم دشتی، سیاره دشتی بسیار با یک احساسات، با یک این مقدمه سرشار از محبت است، سرشار از عشق است که با چون از صمیمیت و عشق بی‌آبرویی درباره شوهرشون این چیزها را نوشتن که یعنی هر خواننده که این کتاب می‌بیند یا مقدمه می‌خواند اولا که خودی فهمی دشتی را خوب می‌شناسد چه کسی بوده است و از جمله چیزهایی که درباره مناسبتی که شیخ فهمی دشتی با عامر صاحب داشتند و این همچون یک الگو بودن، یک آرمان بودن و چیزی مهمی که در اونجا ما گرفتیم که در تا آخرین قطرهشان خونشان که شهید شدن و خاطر همون تحقیق آرمانهای شهید مبارزه کردن. به نام آن تسکین آمد و یافت فلک جنبش
زمین آرام از او یافت. با درود بر روح پاک شهدای آزادی و استقلال، شهدایی که جانهای شیرین خویش فدا کردند تا رسم آزادگی و عیاری از جهان ما گم نگردد. و با سلام خدمت مهمانان گرامی و عزیزانی که چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین در برنامه رونمایی کتاب دور و نزدیک عامر صاحب شرکت کردند. دوستان گرامی، بنده وظیفه دارم تا زندگی نامه مختصر دشتی صاحب، نویسنده کتاب دور و نزدیک، چراغ عمر دشتی ما در 49 سالگی خاموش کردید، اما روان او به فانوس درخشانی در سپهر بیگران تاریخ مبدل شد، فانوسی که با نور و روشنایی خویش راه آزادی، راه دشوار آزادی را برای رهروان این راه روشن می سازد و آنها را از خم و پیچ جاده ها و کوره راه های این سفر دشوار گذار اما سخت افتخار برانگیز آگاه می گردد. موضوعهای نام و شناخته توجیکی و زیبا، حتی آدم فکر میکند که در یک گوشه توجیکستان سفر میکند. نامهای استایچه و تشتک و اولوک و نامهایی که در توجیکستان هم میتونید در همین وزن پیدا کنید. مثلا از پنشیر میفروی شمالی، از شمالی میفروی شهر کابل، کوی تلویزیون میری و فرودگاه و هر جا در جنگ ها مثلا شرکت میکنی. اونقدر تصویر زیبا و زنده دارد. و وقتی که صحبتایی که با عامر صاحب داشت بیاد، خاطره های با عامر صاحب داشتهش را فهمیدهش قصه میکند، کس حس میکند که در همون محفل در جمع آدمان هم حضور دارد و عامر صاحب را تماشا میکند. و وقتی خود دشتی هم تنها و تنها با عامر صاحب صحبت میکند، کس فکر میکند که خودش نیز در همون صحبت حضور دارد. حتی شاید بعضا خودش رو، من شخصا خدا رو در جای فهمی دشتی تصور میکنم. و از تصویر اونقدر در کتاب اونقدر زیبا هست که برای فهمیدن شخصیت عامر صاحب که چرا احمد شاه مسعود است و زبان ساده فهمی دشتی برای خواننده توجیک خیلی ساده تر میشه. فکر میکنم استاد قاسم شاه اسکندر رو خیلی خوبتر از من معرفی کردن که در این کتاب خواننده چی رو میتواند پیدا کند. یک چیز دیگر اضافه میکنم که اون بازی های استخباراتی که ما درباره زیاد میگوییم اما به درک اون قدر رفته نمیتونیم، در همین کتاب شما میتونید خیلی به سادگی درک کنید. در خانه مثلا دکتر عبدالله مثلا بینید که در یک ملاقات عادی و ساده سری میز سری یک پیاله چای یا خوراک نانی که میگوییم مردم درباره کدام موضوعهای صحبت میکردن که امروز ما وقتی به درکشون میرسیم اونها یک حادثه تاریخی هستند که خب یک اهمیت دارن که خب نمیتونیم به درکشون رسیم. این دل که به دور از پلشتی شده است، در آن دره چو مرغ گشتی شده است. میبینم که در فراغت 5 شیر، دریا و کوهش فهیم دشتی شده است. اول دفتر به نام ایزد دانا، سامه و پروردگار به حی نکنید. و من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. در هر نیروی مقاومت، هر انقلابی که رخ میده یا مجموعه هایی که در جهان مقابل یک دستگاه استعماری به فعالیت در میان، اغلب چهره های فرهنگی هستند که معرف اون جریان انقلابی هستند و گاه وجود اون چهره ها در طول تاریخ باعث میشه که نام اون انقلاب، نام اون حرکت مقاومت باقی بمونه. مثلا از انقلاب کوبا شاید بیشتر از کاسترو ما نام چگوارا رو شنیدیم که نماینده فرهنگی جریان هست، یا در انقلاب روسیه نام گورکی رو. به همین ترتیب
آنچه که در افغانستان رخ داد، مقاومتی که شکل گرفت، بدون شک نماینده فرهنگی اون فهیم خان دشتی هست و شاید اگر اون نبود خیلی از این بخش هایی که امروز با عنوان مقاومت فرهنگی جناب صفی صاحب ازش یاد کرده وجود نمی بود و کتاب هایی که داره ازش رونمایی میشه جمع‌آوری نمی‌شد. خیلی نکته مهمی رو گفتن جناب آقای مسعود درباره اینکه اگر ما به مقاومت میدانی فکر میکنیم در کنارش چیزی به نام مقاومت فرهنگی هم هست که شاید تا به حال خیلی مغفول مونده و یک خاطره ای رو که شاید برای بعضی از عزیزان افغانستانی رو اینجا تکراری هم باشه نقل میکنم در جهت اهمیت این موضوع. من سریالی رو ساختم، بعضی از شما شاید دیده باشید، به عنوان حماسه ناتمام. قصد این بود که یک روز از زندگی عامر صاحب احمد شاه مسعود رو بسازم، از صبح که از خواب بلند میشه تا شب که میخوابه. به خاطر ساختن این سریال مجبور شدم یک چند ماهی با ایشان زندگی کردم، در رفت آمد بودم، شب روز، هنگام خوابشون، غذا خوردنشون، سر زدنشون به خط مقدم جبهه. توی یکی از این صحنه ها ما در جایی بودیم به نام سنگر شفق. نیروی آقای مسعود داشت عملیات میکرد، یک فرودگاهی رو به نام فرودگاه خواجه‌خوار در شمال افغانستان تصرف بکنه. اوج عملیات بود و سر صدای بیسیم ها و مرتب فرمان آتش میدادن، کاتیوشه ها کار میکردن، بیم 21 کار میکردن، موشک ها. ایشان هدایت آتش میداد. همزمان یه بحثی درباره شعر بین ما در گرفت. من 2 تا کتاب بهشون هدیه داده بودم، یکی مجموعه شعر خودم بود، یکی مجموعه شعر همسرم بود که در ایران منتشر شده بود و یک روزنامه‌ای بود که یک مجله‌ای بود که یک خاطره از ایشان که قبلا من به پنجشیر رفته بودم در اون مجله چاپ شده بود، اینو تقدیمشون کرده بود. عامر صاحب خیلی از شعر نو خوشش نمی‌اومد، داشت با من بحث میکرد درباره شعر نو که میگم این چه خیلی شعر است، نه وزن داره نه قافیه داره. باز من داشتم توضیح میدادم که مثلا این رو داره به این دلیل به این دلیل. خیلی بحث طولانی شد. همه اون پشت آقای آصف دلاور و ژنرال هلال و اینا منتظر بودن که بحث قطع بشه، به من اشاره میکردن که تمام کن بحث. بعد منم گفتم صحبت میکنه خود عامر صاحب، من که نمیتونم. اون گرم بحث شعر هم تو ادامه میداد. این بیسیما و مخابره به قول عزیزان افغانستانی هم تو صداشون بلند بود. یک عزیز اونجا بود که خیلی احترام براش قائل بود، عامر صاحب، به نام مولا قربان، فکر میکنم با هم مولانا فهید بشناسید، خدا ببخشید فوت شدن. بله، آقای دلاور و اینها ایشونو پیش کردن، گفتن شما روحانی هستیم، مجلس رو خلاص کن. که یه اومد جلو بحث رو قطع کرد، گفت عامر صاحب بسیار ببخشید، نیاز گپ عملیات هست نه ادبیات. بعد عامر صاحب توی نگاه عاقلانه دستفی کرد بهش گفت ای ملاس پیشم اینجا بالیست ایرانی حال من بره. گفت اشاره کرد به میدان که زیر دست ما روی تپه بودیم. گفت این کلگی عملیات از خاطری ادبیات هست. و واقعا امروز وقتی حرف از ادبیات مقاومت زده میشه، این درک از قبل در ذهن این مرد وجود داشت. برای همین بود وقتی که جابجا میشد از هر جا به جای دیگر، حتی در عقب نشینی هایی که بسیار به سرعت صورت میگرفت، اول کامیون کتاباش رو منتقل میکرد. یه نکته ای رو در مورد شهید دشتی بگم، این که یه پرونده ای در مورد شهادت ایشون باز شد که گفتن BBC ممکنه اون شب ما با هم روی آنتن بودیم، یعنی BBC منم دعوت کرده بود، ایشون هم دعوت کرده بود، ما دوتا روی آنتن بودیم داشتیم مصاحبه میکردیم. ناگهان تصویر آقای دشتی قطع شد و یک شماره تلفن اومد روی صحنه و چند ساعت بعد از اون اتفاق ایشان شهید شد. گفتن بعدها اون شماره رو در آوردن، دوستان گفتن دقیقاً مشخصات یک نقطه جغرافیایی در پنجشیر است. برای خانم دشتی دنبال کردن ولی نمیدونم اصلا درست بودین یا نبود، من اصلا هیچ نظری ندارم. فقط در زمینه اگر بوده است خوبه که این پرونده دنبال بشه، پیدا بکنه. به سبب من شاهد بودم، من اونجا چند بار ایشون خط و وصل شد تا خلاصه تونست صحبت بکنه.
با این نکته عرضمو به پایان ببرم که در هر اتفاقی اگر یک چهره فرهنگی به شهادت میرسه که نماینده خلقیات و ادبیات و فرهنگ اون جریان مقاومت هست، نام او هست که ماندگار میکنه این جریان رو در طول تاریخ. شما ببینید مغول‌ها به نیشابور حمله کردن، از کله ها منار ساختن، اینقدر در نیشابور آدم کشتن که توی اون متون کلاسیک ما میخونیم که یکی از اون بزرگان میگه من یک نام دیگه برای نام جلاله دیگه برای خداوند پیدا کردم و اون نان هست. از بس که قحطی افتاده بود و مادر رو فرزند رها میکرد و اونجا اینها سیف فراغانی رو میکشن. از اون همه آدمی که کشتن، اون همه قماندانی که کشتن، اون همه حاکمی که کشتن، نامی نیست امروز. اما از سیف فراغانی نام هست. سیف فراغانی شعری میگه درباره اونها که فکر میکنم وصف حال فهیم دشتی عزیز هم باشه که اگر اینجا زنده بود و همراه ما بود در وضعیتی که گروه متوحش طالب به وجود آورده در افغانستان، همین شعر رو که در موقعیتی مشابه سیف فراغانی خطاب به مغول‌ها میگه که نیشابور رو گرفتن. میگه هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. وین بوم مهنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان، بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص آب، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، این تیزی سلام شما نیز بگذرد. چون داد عادلان به جهان در وغا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خراب شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. اولا من درود فراوان و بنیاد شهید و قهرمان بزرگ ملت ما احمد شاه مسعود میفرستم برای سازمان دادن چنین همایش که واقعا برای جامعه عمومی ما فارسی زبانان و برای تاجیکستان در این حال خیلی مفید است که از اینجا صدای مردم بلند نشود در مقابل اون همه بدیهایی که در کشور خراسان امروز رخ می‌دهد. و میخواهم نخست با یادی به قهرمانی و خاطر بزرگان ملت ما شهید احمد شاه مسعود و شهید فهیم که از دوستان و بزرگان این مردم هستند سر تعظیم فرود بیاریم و پس از این سپاس فراوان به این کسانی که به بنیاد فهیم بزرگوار و این بچه های تاجیکستان که همین داستانی پر از محبت و صمیمیت هم درباره فهیم و هم درباره بزرگوار احمد شاه مسعود ایجاد شده است، اینا به خط سری برگرداندن و برای خواننده های تاجیکستان پیشنهاد کردن، چون که همه ما شما میکنیم که در تاجیکستان بسیار احترام، بسیار محبتی که به این بزرگوارا هست و مردم همیشه تشنه خواندن و شنیدن داستان و گفتار و صحبت درباره این بزرگوارا هستند. اصلا درباره فهیم دشتی که این داستانی پر از محبت با قلم او تعلق دارد، همین رو میخواهم بگم که شهید فهیم در تاجیکستان
خیلی احترامی زیاد داشت. من فکر میکنم در میان در تاجیکستان هیچ کسی فرهنگی نیست که فهیم را نشناسد یا درباره فهیم نداند. ما هممون از دوستان و نزدیکانی فهیم هستیم، اون کسایی که در اینجا نشستیم. و این مردی بزرگوار کتاب نوشته است، کتاب‌های نوشته است که این کتاب را بیشترم خوانده بودیم در کابل، بعضی هاشون به نشر رسیده بود و چیزهایی نوشته است که در جامعه فرهنگی منطقه ما نام فهیم را به یک الگوی فرهنگی و خبرنگاری رسانده است. واقعا نوشته های فهیم بزرگوار مشکل هستند. شخصیتش آنچه که درباره شخصیتش حالی چند سخنی گفتند و ممکن که دیگران بیان، یک شخصیت خاص، یک رو، یک رنگ، بسیار با تلاش های جدی برای دفاع از جامعه خبرنگاری، از جامعه مردم کشورش مبارزه میکرد و در همین راه قربان شد، شهید شد که خیلی جای افسوس است که در این سن سال، در این دوره که خیلی با مبارزه جدی آماده شده بود با شهادت رساند. و این کتابی که بچه ها آماده کردن برای تاجیکستان بسیار داستان خوب است، بسیار داستان دلانگیز است، قصه های زیبایی است، بسیار قصه های شیرین هستند. من نمیدونم شما ممکن بیشتر تو خوانده باشید، ولی برای خواننده تاجیک من فکر میکنم خیلی بسیار با محبت باید که از طرف بچه های تاجیکستان قبول شود. ما از نوشته های فهیم عزیز میبینیم همراه این نوشته ها که هر کدامش قصه هستند، ولی هر قصه را که میخونیم مجبور میسازد ما رو که به قصه دیون رو ببریم و این قصه ها ما رو قدم به قدم به دره پنجشیر، به صخره ها، به کوه ها، به جاهایی که احمد شاه بزرگ در اونجا کارنامایی کرده است میبرد تا از اون بلندی ها ما با پهنای خراسان میگذاریم و در همه اینها جلوی قدرت و توانایی احمد شاه بزرگ در تصویری فهیم خیلی زیبا دیده می شود. من فکر میکنم این قصه ها به همه خواننده تاجیک خیلی خوش میاد، خیلی پسند میاد. همچنین درباره فهیم که از استادان جامعه خبرنگاری منطقه ما بود و به شکل یک الگو در جامعه فرهنگی منطقه ما در این چند سال اخیر تبدیل شده است. چیزهای بسیاری می نویسند پس از اینم و آنچه که صمیمیتی که من خواندم در مقدمه این کتاب که پیشتر خوانده بودم در اینجا وجود دارد. آن چیز که سیاره دشتی خانم عزیز و خواهر گرامی ما خانم فهیم درباره فهیم نوشته است. اینقدر با محبت، با صمیمیتی که در این چیز وجود دارد و قصه های زیادی که از فهیم ما در داخل این کتاب میبینیم و میخوانیم خیلی قصه های دلانگیز هستند. ما درباره شهید مسعود چیزهای بسیاری خوانده ایم و میدانیم، ولی آنچه که از زبان فهیم میشنویم همش تازه، رنگین، زیبا و با محبت، با این قدر صمیمیت نوشته شدند که گفتم که ما را قطعه به قطعه، صحیفه به صحیفه به بالا میکشد تا اینکه هر کدام اونها را ببینیم و بخونیم. و همین گونه داستانی بزرگ و که من در اول میخواستم میرم همچون یک داستانی که یک خبرنگار، یک ژورنالیست نوشته است بگویم قبول کنم و آهسته آهسته وقتی که این داستان پررم میخوانید و تا با آخر میرسید میبینید که این بزرگتر از یک داستانی است که یک ژورنالیست آفریده است. این یک داستانی است که بزرگتر از اندیشه های یک خبرنگار است. این یک داستانی است که صفحه های تازه را در برابر مبارزه قهرمان ملت ما احمد شاه مسعود باز میکند و در میان همه این چیزا اونقدر صمیمیتی که از طرف فهیم در خواندن این داستان بزرگ احساس میکنه همین است که فهیم به درجه صمیمانه به حد پر از محبت از قدم‌های اولین، از لحظه‌های اولینش در باب احترام، در باب رسیدن به همصحبتی با استاد احمد شاه می نویسد و مبارزه می برد و نزدیک می شود
تا اینکه به همون جایگاه برسد. اینقدر صمیمیت، اینقدر بزرگواری در اونجا تصویر شده است که باور دارم به هر کسی خوش میآید. و این کتاب باور دارم که همین خدمت را انجام داده است و انجام میدهد و حتما باعث احترام هر خواننده تاجیکستانی و خواننده فارسی زبان ما و شما میگردد. هلیکوپترها شبانه توریستا رو پان میکرد و وقتی که ما نزدیک از یا شدیم در تیرس راکت‌های آرپیجی ما قرار گرفت. وزارت داخله و ما دستور داد شخص وزیر داخله لواء طاقای احمر بود که شما بالای از هلیکوپترها آتش نکنید. این یک جرقه بود که نشان دهنده از این بود که بار دیگه تروریست‌ها به شمال افغانستان پرتاب میشوند و جنگ از جنوب به شمال گسترش پیدا میکنه. در این وقت بود که جامعه رسانه‌ای افغانستان به خصوص کسایی که از حوزه مقاومت بودند زیاد فعال شدند و دروازه به دروازه میگشتیم تا به شکل سران مقاومت و بازمانده های مقاومت که از یاران عامر صاحب شهید بودند با خبر بسازیم. با تأسف که دویدن‌ها و صدا کشیدن‌های ما در اون وقت نتیجه کمتر داشت و بعضی قضایای کار قابل ذکر نیست، سبب شد که یک انسجام دقیق‌تر واقع نشود و کسانی که قرار بود در برابر طالب‌ها و تروریست‌ها ایستادگی بکنند تک تک ترور شدند، انفجار، انتحار و به شهادت رسیدند. آقای ولی دولت بفرمایید شما. تشکر، سلامت باشید. تقریبا سال 1997 اون وقت جوان در دوشنبه تقریبا یک رسانه نداشت. یک نیت داشتن که یک رادیو باید افتتاح میکردن، اما فهیم فکر میکنیم ابتدای سال 1999 به دوشنبه اومد. همین گپی رادیو باید افتتاح رادیو بود، اما این رادیو ناکام شد، موفق نشدن به هر صورت. اما همکاری من از اون شروع شد که میخواستم درباره احمدشاه مسعود یک مقاله نویسم. بعد مراجعت کردم، اون وقت تقریبا خبرنگاران نبودن. اتشه نظامی اساسا کار میکرد. اتشه نظامی اون وقت رئیس سالی محمد ریگستانی بود، معاون عبدالودود بود و اولین مقاله را درباره احمدشاه مسعود اگر گویم که در تمام سابق اتحاد شوروی من نوشتم شاید اشتباه نکنم، چون که تا این زمان هر چیزی که درباره احمدشاه مسعود می نوشتن حتی وقتی که استناد میکردن به همون دوسیه سازمان اکتشافی سازمان‌های جاسوسی شوروی اشتباه بود. حتی همون ستاد گنرالی سال 1992 وقتی مقاله میخواهید کاژخوف نوشته بود درباره احمدشاه مسعود بود با استناد به اسناد بسیار مخفی سری بسیار اشتباه بود. وقتی من مراجعت کردم سال محمد ریگستانی کمک کرد، دستنویس نوشتم، همون بعد من برگردون کردم استفاده کردم. تقریبا یک یا دو ماه پس روسی چاپ شدم. یک نفر از روسیه آمد، همون روزنامه را برد روسیه، بعد چند وقت از نام خودش چاپ کرد. چون که بسیار گپایی که در سابق اتحاد شوروی درباره احمدشاه مسعود گپ زیاد بود اما مستند نبود. پاول یودایکی بعد وقتی اینترنت پیدا شد دیدم که این مقاله مرا گرفته از نام خودش چاپ کرده است. بعد صورت وقتی که این مقاله رو من چاپ کردم از دکتر مهدی خواهش کردم که گفتم که درباره احمدشاه مسعود من کتاب نوشتم میخوام، چون رشته تاریخ خوندم و با تاریخ و با نوشتن بیوگرافی انشالله بسیار خوب آگاه هستم. یک روز از من سفارت میگذاشتن که ایشانی که ترجمان بود نامش فراموش کردم، همراه محمدی صفا دو نفر بودن، از نزد سفارت کوچه پوشکین میگذاشتن که اون ایشان گفت که احمدشاه مسعود امیرسایی باز در سفارت آمده است و حضور دارد. مزار شریف سقوط کرده بود سال 1998 ماه اوگوست بود، مزار شریف سقوط کرده بود. در نزد سفارت شاید زمان یاد داشته باشد، در نزد سفارت همین مهاجرای افغانستان زیاد جمع شده بوده. بعد که ایشان گفت که این جبهه سازی امیرسایی میبرویم. وقتی امیرسایی برآمد در پیش در سفارت اتاق دفتر سفیر من ایستادگی. بعد من خودم معرفی کردم، خبرنگار تاجیک هستم، میخوام که یک صحبت کنیم. همه در بیرون نگران، شمال سقوط کرده است، مزار سقوط کرده است. بعد امیرسایی گفت بفرمایید،
در آمدیم تقریبا 1 ساعت صحبت کردیم. بعد من گفتم که میخوام که کتاب نویسم درباره شما. بعد گفتم که بیوگرافی بسیار شخصیت‌های بزرگ جهان خواندم، رشته‌ام تاریخ است. شارل دگول گفتم که یک لبخند کرد. یک وقت نگاه میکنم اتاق سفید پر یادداشت شده است. بعد به سال محمد رگیستانی سفارش داد، گفت که وضع در افغانستان بسیار متشنج است. وقتی که وضع کمتر خوبتر شد، نورالی را رها میکنید افغانستان. اون وقت من پاسپورت نداشتم، متاسفانه موفق نشدم، دیگر نرفتیم. اما بعد سال 1999 در دوشنبه اولین رسانه در من درباره رسانه ها می‌زدم و درباره فهیم داشتیم. اگر گپ طولانی شد همین مجله چی روزنامه هفته‌نامه همبستگی شروع شد. من این کلکسیون رو تقریبا باشد دارم در خونه محفوظه. شماره 3990 است. ولی وقت فهیم از داخل آمد. این هفته‌نامه تقریبا 3 سال در دوشنبه چاپ شد. سالهای اول همین کیفیت عکسش بسیار خوب نبود. بعد یک روز کاغذ من پرسید که این عکس‌ها رو چاپخانه شاید چی خوب چاپ نمی‌کنه. بعد ما یک خبری داشتیم تاجیدی. اما گفتم برای یک بار در دفتر همبستگی ببین چی اشکال داره. بعد دید گفت که این تمام برنامه پیش‌بینی کرد چی بود کمک کرد دیگر عکس‌هاشون خوب چاپ میشه. اونهایی که این کتاب را چاپ کردن برگردان کردن و این محفل را ساختن تشکر می‌کنم. پیامی که چند بار مطرح کردیم در جلسه استاد ربانی یک پیامی به مردم تاجیک نوشته بودن که از طریق من دادن در هفته‌نامه ملت ما به چاپ رسانده متن پررشه. در اونجا بینید که استاد ربانی به مردم تاجیک یک مراجعه ویژه داده. دو نکته اساسی داره، میگه که در همین مرحله تاریخی تجربه ما نشان میدهد که شما باید دولت رو حفظ کنید، زیرا اگر این بار هم دولت از دست رود دیگر هیچ شانسی برای بقای ملی نداره. بنابراین دولت دیگه خوب و بد نمیشه برای شما. همین دولت به هر شکلی هست باید حفظ شود، زیرا تجربه تاجیکان افغانستان نشان میدهد که بی دولتی یعنی نبودن قدرت سیاسی باعث شده است که با همه ظرفیت بزرگ فرهنگی نمیتونن آرماناشون پیاده کنن. بنابراین اونا در اون پیام میگه که مسئله رقم یک شما دولت است، دولت حفظ کنید. دوم امنیت و وحدت که یک مسئله شرح دادن میگه چرا امنیت لازمه. خب اکنون چرا من این خیلی میگذارم مسئله رو؟ در اینکه تحلیل‌های ما نشان میدهد که در حقیقت حوزه تمدن فارسی در این 100 ساله اخیر به سرعت در حال تنزل است. مثلا تو اگر رقم گیریم همین قدرت سیاسی تاجیکان در 100 ساله اخیر 100 برابر کم شده است. 100 برابر. مثلا اگر شما آخرین دولت بزرگ تاجیکی سامانیا را در نظر گرفت، همین حدود ما از 4% دولت سامانیان است. اون جایی که تاجیک حکومت میکنه 4%. اگر 3 میلیون کیلومتر مربع بوده است، ما از 100 چی بگم؟ در کتاب خود گنرال گروموف روس می نویسد که مسعود برای من اینقدر مزاحمت ایجاد کرده بود که اگر هر کجا پیداش میکردم زنده و زنده بدار می آوردمش. اما افتخار میکنم که من همونطور رقیب مرد فهیم دانا و خیرتمند داشتم. این گپ گنرال گروموف است که من استفاده کردم حالا در قید حیات است. در سرگود یک سفری داشتم بنده، اونجا همون جنگاوران اینترنشنالیست میگویند که روسیه آثارخانه بنیاد کردن و یک خطچه گذاشتن، در اونجا خاک از پنشهری بزرگ بودن و همون خاک زیارت میکردن روسا. گفتم شما علیه اونها میجنگیدید با این خاک زیارت میکنید؟ گفتن که اونها مرد بودن. آنچه که من درباره افغانستان نوشتم این قطره از بحر است. انشاءالله نیت دارم کتاب جدید
درباره دید و بازدیدها با عامل صاحب با استاد ربانی و من سفرها که به افغانستان داشتم بنویسم و در همون سال 1994 من در شعری هم نوشتم که در روزنامه‌های ایران، افغانستان و تاجیکستان چاپ شد. قاره از این شعر میخونم و سخن کوتاه میکنم که خسته نشده باشید. سوگند تقدیم بر روح پرفتوح قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود. این جهان را محضر ایمان که میدانیم ما، دل به دریا، سر به صحرا، رو به طوفان ما. آنقدر 100 سالها ما پتک بر سر خورده ایم، سخت ایمان سخت جان از سنگ و سندان ما. با پیام پیر رودک حکمت سینای بلخ، سنگر اندر دفاع روح ایران ما. قدسیان تا شعر حافظ جمله از بر می کنند، اختری تابنده هر برج کیهان ما. در لب مریخیان تا نغمه دری دریست، در بدخشان در پناه پیر یونگان ما. شیر مادر نوش جان رومی و عطار باد، وارثان برکت ایران و توران ما. کابل و شیراز و خوارزم سلم و تور و ایرجیم، چون برادر کشته ایم محکوم دوران ما. میرسد از غزنی فریادی سنایی تا بری، کی فراموش خاطران همسان و همخانه ما. ما را خدایا از این دو سه تن اهرمن، کافران اندر شگفتگاه مسلمان ما. در برارود یوسفی خود داده ایم در کام گل، آه مادر خاری چشمی پیری کنعان ما. وقتی واژون بین که چون آزاده را آواره کرد، غوز و اتراک و دیگر جمع و پریشان ما. چینگیزی آموز موجی خونی ما رنگین کرد، چینگیزی باشیم اگر این وام دستانیم ما. در دفاع مامی مادر جان ما ارزانی باد، در نمنگان یا سمنگان یا که گیلان ما. در بخارا تاج ما افرو از سامان خدات، در خراسان سر به پای شیر پنشیر ما. سلامت باشید. این کتاب را با فارسی برگردان کردم به بنیاد شهید بزرگوار احمد شاه مسعود تقدیم میکنم. افغانستان در آینه خاطرات من. طوری که رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود در آغاز اشاره داشت، ما بسیار به وقت کوتاهی برنامه را راه اندازی و تدارک دیدیم. کمی ها و کاستی هایی بود. عفو معذرت ما رو بپذیرند و عفو بکنند دوستایی که چی از طریق آنلاین و چی حضوریش تشریف دارند. به همین خاطر آجندا بسیار فشرده تر بود و در آخر در ختم مجلس 20 دقیقه برای بحث آزاد وقت گذاشتیم. اگر دوستان لازم میبینند این بحث را پیش ببریم و یا ای که اگر مشورهشان به ای است که ختم بکنیم مجلس را، از جناب سفیر صاحب، استاد قاسم شاه، جعفریان صاحب و دیگر دوستایی که علاقمند بحث آزاد هستند که زمان ما دوام بدیم، دوستایی که صحبت نکردن صحبتایشان را بشنویم. بیشتر در محورهای کتاب، سخنان حاضرین و مقاومت میتونن پرسش‌های خود مطرح کنند. سپاسگزاری میکنیم از همه دوستانی که صحبت‌های بسیار جالب و آموزنده داشتن. فقط چند نکته رو میخوام به شکل مختصر از راهبرای صحبت‌ها خدمت دوستا عرض کنم. یکی که یک تعداد دوستای ما خصوصا از تاجیکستان همین چهره ها با نام‌هایشان بیشتر شناسایی میشن. بگوی مثال وقتی میگیم دشتی شهید همه میشناسن، اما بگویم فهیم خان، اون مارشال صاحب است، مارشال صاحب فهیم خان که به اون نام میشناسن، اما دشتی رو به نام دشتی میشناسن. یک مقدار تحقیق کنید و اتفاقا باز دوستایی که با خود شهید دشتی آشنایی دارن، او از این پسوند خان خوشش هم نمیامد زیاد با اون ترتیب، فقط به نام فهیم دشتی است و شهید دشتی. ما مسئله دومی است که در قسمت روزنامه دانشگاه همبستگی یاد کردن، در اون زمان ما یک نفر از طرف بنیاد شهید مسعود همبستگی را کمک میکردیم. اما رقم همبستگی را با تاجیکستان در تاجیکستان کمک میکردیم و هفته‌نامه امید با آمریکا کمک میکردیم و
نشریه آریانا بلندست کمک میکردیم، افغان نیوز به داخل افغانستان که بس دوباره می آوردیم بالا و بعد از اون مجله یاد در کابل و بالاخره ماندگار در کابل که روزنامه ماندگار تقریبا 11 سال توسط همین کمک دنیا شهید مسعود این راه اندازی شد. مسئله سوم که یاد میکنم همین است در خود تاجیکستان و از طرف دولت تاجیکستان و جناب والی یک خانه و اینجا برنامه عامر سفت داشتن. او را همراه پسرشان احمد مسعود صحبت کردیم که انشاءالله الرحمن میخوایم او را به یک موزیم تبدیل بسازیم. یک موزیمی که در اینجا همون معلومات و آثار و معلومات دیگه در ارتباط با خود مقاومت و آموزش شهید باشه در اینجا باشه و خصوصا برادرای تاجیک ما بتونن از اون استفاده کنیم اونجا. در اون قسمت خوب است که یک تا دوستای ایرانی که در قسمت موزیم سازی اونها چیز داشتن آمدن و دیدن و کارش شروع میکنیم که انشاءالله رو بتونیم به یک موزیم تبدیل کنیم. مورد چهارم مسئله مقاومت فرهنگی تمدنی که یاد کردیم خوب است که در بین نخبگان تاجیکستان و افغانستان ایران حداقل یک چیز داشته باشیم بتونه ما را مثل یک نشریه اخبار مجله یا چیزی که پیوند باید ایجاد شود و اینمی معلومات که شما امروز به اینجا دادید در واقع همه ما مستفید شدیم. چیزی که جناب جعفریان گفتن، جناب عبدالله رحمان گفتن، استاد محترم دوستای گفتن، یعنی ما شما در واقع همین نخبگان همین حوزه تمدنی از این مسائل باید آگاه باشیم. من در حالی که با موافق هستم که یعنی ببینید در افغانستان بیشتر مبارزه کشمکش میان رجعت و گذشته و پیشتازی با آینده بود. یعنی دو قوت کلان بودن. اینا از هر حربه استفاده کردن. تعدادی هستن که میخواد با گذشته برن و افغانستان رو به ترتیب گذشته نگاه کنه. با اون کودهای قدیمی، با اون کودهای کلاسیک، با اون کودهای استبدادی نگاه کنن. و طالبان یکی نمونه از اون هستن. اما تعداد دیگه هستن که با آینمی چارچوب حوزه تمدنی که شما تعریف کردین میخوان به پیش برن. کارتاش مشخص هستن. کارت طرف مقابل مشخص هستن. مثلا میگن که طالب چی میگن؟ تروریسم میگه استفاده میکنه از اون. از زور استفاده میکنه، از مواد مخدر استفاده میکنه، از اینکه بتونه عالی دست خالی و استخبارات باشه استفاده میکنه، از خدمت و لایرنگ و از دین استفاده میکنه. همیست. اما این طرف یک حوزه است که مردم دیگه میخواین که از مردم سالاری استفاده کنن، از دموکراسی استفاده کنن، از قهرمان ملی، از اینکه ما دانستیم که در یک برهه تاریخ در مقابل تجاوز ساکچن، از این کارتا از این همین هستن. حالا در قسمتی که چگونه برنامه رو شروع کنیم، و قول آمد سبیشه میگه که ما برنامه رو کلان بگیریم. کلان به این معنی است که ما بدون صاحب افغانستان هستیم. صاحب افغانستان هستیم. آزادی کشور میخوایم، صاحب افغانستان هستیم. تروریسم باید شکست بخورن. اما از جایی که مهمه شروع کنیم. حالا ما شما امروز که ما صحبت میکنیم میگیم که بیاین از یک مقاومت فرهنگی شروع کنیم. یا به طور مثلا بیاین یک نشریه ایجاد کنیم. یا بیان که همین سه کشور باید با هم پیوند بخورن. نشه که در واقع طالب دوی محکم کاری کنه و یک جزیره در تاجیکستان باقی مونه و یک جزیره دیگر در ایران باقی مونه و طالب دیگر رو بخواد قتل کنه. یعنی میتونیم که از اینجا شروع کنیم به شکل مستمر. اما موضوع یک مقدار کلانتر تا بتونیم که حال مردم افغانستان در ازای ضرر دشمن خود که طالب هست و دشمنان فرهنگ افغانستان یک جا باید بزنیم و او رو باید بیاریم با همون شعارهای باید یک جا باید بسازیم. این با ما بسیار اهمیت داره. فقط خواستم این مطلقات خدمت دوستا یادآوری کنم. تشکر جناب شفیع صاحب. آقای رفعت صاحب میخواین صحبت بکنند. جناب رفعت صاحب. نمود تاریخ و فرهنگ مسعود و گیتی سرور و سرجنگ مسعود نبیند چون تو بعد یک هزاره خراسان فاتح و سرهنگ مسعود. یک نکته توضیح دارم در رابطه با صحبت‌های دوستان عبدالله رهنما که قلمرو زبان فارسی را 4% رسیده و جنگ امروز افغانستان هم تداوم امروز که قلمرو زبان فارسی را در افغانستان پایان دادن و بعد از او با 28 گروه تروریستی در آسیا می‌آورند. هنوز جنگ تمدنی اتفاق. یکی از شخصیت‌های استثنایی است با وجود که کم در رابطه با او
شناخت بوده یا آشنایی بوده. شما فکر کنین به گونه نمونه 20 سال فهیم دشتی و تنهایی کار کرده در رسانه، 20 سال تقایش و مامایش نفر دومی کشور افغانستان بوده، در قدرت بوده، در همه معاملات بوده، اما هیچ وقت نخواسته که گونه وقت کناری از او برای خودش نام و مقام پیدا کنه. همیشه میخواسته با پای خود حرکت کنه. یکی از ویژگی هایی است که میخواسته خودش باشه. یک پهلوی شخصیت فهیم دشتی شخصیت فقیر مشربی و عرفانی بودن و اهل موسیقی بودنش بود که به او کمتر پرداخته شده و اکنون جایش میز در محافل بعدی و مجالس بعدی انشاءالله بحث‌های مشخصتری خواب داشتیم و ما غزل از بیدل را که همیشه اونا این غزل را دوست داشتن خدمتتان به شدت قرائت میکنیم. ما غربت آشیانیم ای بلبلان وطن کو، هرچند پرفشانیم پرواز آن چمن کو، افسانه گرم دارد هنگامه توهم، از بوی یوسف امروز جز حرف پیرهن کو، از بوی یوسف امروز جز حرف پیرهن کو، عمر و شرار یکسر محمل کش وداعم، ای برقتاز فرصت جز رفتن آمدن کو، تسکین هر غباری در دامن نوشتن، آوارگرد یأسم یارب نصیب من کو، بیدل لباس هستی تا کی شود حجابت، ای غره تعین آن خرقه کهن کو. بازم سپاس از همه‌تان که حضور رسانید این مجلس. اکنون از جناب مولوی صاحب عتیق الله زبی تقاضا میکنیم که با دعایشان محفل ما را اختتام بکنند. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. در هیچ جای شک نیست که ما همواره تلاش کردیم که بتانیم کتاب‌هایی را که میتونیم و در خود تاجیکستان خواننده دارن او را بتونیم به خط سیریلیک ترجمه کنیم. این البته اولین کتاب نیست که کار کردیم، قبلا هم کتاب‌های دیگه را به خط سیریلیک برگردان کردیم و پخش کردیم و توزیع کردیم. اما کتاب فهیم دشتی شهید به نام دور و نزدیک آمس یک کتاب فوق‌العاده استثنایی است. مطمئن دوستایی که را مطالعه کردن کتابی است که خاطرات آمس و شهید زنده نگه می‌دارد، خاطرات قهرمان ملی کشور افغانستان و به اون نسبت است که امکان داره که با مردم تاجیکستان دلچسب باشه که بدونه که دقیق زندگانی خود احمد شاه مسعود چگونه بوده، چه رقم با اطرافیان خود برخورد میکرده، تعامل میکرده، اخلاقش چگونه بوده، سلوکش چگونه بوده. این شاید جالب باشه نسبت به کتابای دیگه. با اون نسبت است که بیشتر خواستیم عاجلتر برگردان کنیم و یک محفل رونمایی بگیریم. من همین رقمی که امروز در این محفل گفتم خوب است که ما شما در واقع با خود مردم تاجیکستان، مردم ایران بیایم یک مقاومت فرهنگی را اندازی کنیم. به این معنی است که ما آماده هستیم که کتاب‌های بیشتر را و ترجمه کنیم، حتی از زبان خارجی ترجمه کنیم به فارسی و از فارسی به سیریلیک و دیگه بتونیم که به خود فارسی بتونیم که آهسته مردم تاجیکستان به این باید بلد شوند که با خود فارسی آشنایی پیدا کنند بخوانند. چرا همین است که ما را میتونه پیوند عمیق‌تر بتونه محکم‌تر بسازه، پیوند خود مردم تاجیکستان و افغانستان از افغانستان با ایران حوزه تمدنی به این شکل میتونه قوت بگیره و قوی شود. کتابی که مثلا کتاب فهیم دشتی است در مورد قهرمان ملی کشور است. قهرمان ملی کشور در واقع تاریخ یک کشور بازگو میکنه. مثلا تاریخ افغانستان زمانی که ما در ارتباط با قهرمان ملی کشور صحبت میکنیم بیشتر تاریخ هم کشور زنده نگه می‌داریم. زمانی که فهیم دشتی شهید همین زحمت رو میکشه، تلاش میکنه که یک کتابی را در ارتباط با قهرمان ملی بنویسه و او برگردان میشه به خط سیریلیک و مردم تاجیکستانی را میخوانه، پیوندار عمیق‌تر میشه. ولی در مقابل دشمنان حوزه تمدنی ما، در مقابل دشمنان هویت ما، در مقابل دشمنان تاریخ ما این کتاب‌ها به شدت میتونه مفید واقع شود. چرا کسایی که احمد شاه مسعود و شهادت رساندن در واقع خواستن تاریخ افغانستان را اون از بین ببرن. پس این کتاب‌ها دوباره این تاریخ زنده نگه می‌دارن. این میتونه به شدت مفید باشه در این حوزه تمدنی.